الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جماعتی از برادران سوال نمودند که آیا لعنت کردن یک انسانی که مرتد شده است جایز هست یا نیست؟ یعنی یک انسان مسلمان بود اما از اسلام روی تافت، روی گردانید و مرتد شد، یا به یکی از شکننده های اسلام واقع شد، ظاهرا مرتد شد. آیا لعنت کردن این انسان جایز است یا نیست؟ البته ما پیش از این که به همین مسئله خاص جواب بدهیم، مسئله لعنت را به شما با تفصیلش، با شرح و تفسیرش وسیع‌تر میفهمونیم تا که در بالای این مسئله علم داشته باشید و اقوال علمای اهل سنت و الجماعت را بدانید. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، لعنت دو نمود است. لعنتی عموم، یعنی لعنتی که انسانها عموما یک طائفه دیگری را لعنت میکنند، اما شخص معینی را به نام معین نه، بلکه به صفت یا که به نام جماعت. چخیلی که در قرآن ذکر شده است و چخیلی که در حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر شده است. این نمود لعنت جایز است. بمانند اینکه الله لعنت کند یهود را، الله لعنت کند نصارا را، الله لعنت کند کفار و مشرکین را، الله لعنت کند مرتدین را، الله لعنت کند شرابخور یا که شراب فروش یا که ریباکار و ریباخور و دزد و زناکار اینها را. یعنی بالعموم شما این چنین انسان ها را لعنت کرده شدید. این نمود را لعنتی که عمومی گفته می شود و در اینجا شما قصد یک نفری معین به نامش لعنت نکرده شدید. این نمود لعنت به اتفاق علما جایز است، چخیلی که در کتاب الاداب الشرعیه ابن مفلح ذکر میکنند، مجله اول صفحه 203. و لعنت دومین نمود لعنت، این لعنتی خاص، یعنی یک آدمی معین را به نامش لعنت کردن است. لعنتی عمومی جایز بود، اما لعنتی که خاص به یک انسان یعنی نسبت داشته باشد، در این حالت میبینیم که این نمود لعنت به دو قسم با تقسیم شد. لعنت خاص هم دو قسم است. لعنت خاصی که شریعت اجازت داده است و برای این لعنت دلیل وجود دارد در قرآن و در سنت، یعنی نصوص وجود دارد، حجت وجود دارد که یک انسان معین لعنت کرده می شود. و لعنت یک انسان معینی که برای لعنت کردنش حجت، نصوصی از قرآن و سنت وجود ندارد. لعنت کردن یک چیز معین یا یک مخلوق معین، بمانندی مثلا لعنت کردن ابلیس، لعنت کردن شیطان، دلیل وجود دارد، لعنت میکنیم. یا که لعنت کردن یک شخص معینی که به کفر وفات کرده باشد، این هم جایز است. یک انسان مرتد شد و در حالت مرتدی وفات کرد، کافر بود در حالت کافری وفات کرد، بعد از وفاتش لعنت کردن انسان جایز است. چخیلی که ما میگیم مثلا خمینی لعنت الله علیه یا که دیگر از نمود کافر و کدام کافر و مرتدی که بمیرد در حالت کفرش و ریده و شرکش، لعنت کردن جایز است، برای اون که دلیل اومدگی است به این. بمانند فرعون، بمانند ابو لهب، ابو جهل و غیره آدم هایی که در حالت کفر وفات کردگند، لعنت کردن این چنین انسان ها جایز است به نص کتاب و سنت. چخیلی که این رو هم ابن مفلح در کتاب ادب و شرعیه ذکر میکند. اما دومین لعنتی انسان خاصی که در همین زمان وجود دارد و دلیل برای لعنت کردن همین انسان وجود ندارد و این انسان زنده هست، حال مردگی نیست. برای اون که ما گفتیم انسان کافر یا مرتدی که وفات کرد در حالت کفرش لعنت کردن جایز است، باکی ندارد. اما یک انسانی که امروز زنده هست و
برای او یگان حجتی برای لعنت کردن وجود ندارد، این انسان ها به یک چند قسم باز تقسیم میشن. مثلا مسلمان ظالم است، مسلمان فاسق است و بعد از این مرتد است و مشرک کفار است. البته مسلمان را عیناً لعنت کرده نمی شود، اما کفاری که امروز وجود دارند و بالخصوص کسایی که مرتد شده اند، لعنت خاص کردن آنها، البته که علما در بالای این به سه قول اختلاف میکنند. یک قسم از علما مطلقاً جایز نیست، میگن که یک شخص معین رو لعنت کنید. یک قسم از علمای دیگر، دوم قول مذهب دوم این است که میگن که جایز است لعنت کردنی کافرها و مرتدها و مشرکها، اما لعنت کردن مسلمان ها که فاسق هستند به مانند زناکار و شرابخور و مثلا دزد و این چنین انسانایی که از مسلمان هستند، اینها رو لعنت کردن جایز نیست. و قول سوم میگن که مطلقاً جایز است، هم مسلمانای فاسق و هم کافر و مشرک رو. اما والله اعلم قول راجح همین قول است که البته علما و محققین ذکر کردن، قول دوم است، یعنی کافرها و مرتدهایی که امروز وجود دارند و اگر ظالم باشند و بالخصوص مرتدهایی که مسلمان بودند لیکن مرتد شدند به سببی به یکی از نواقض اسلام واقع شدند، لعنت کردن اینها جایز است. اما افضلش این است که در حقش دعا کرده شود. اما دعا را هم شما فکر نکنید که یعنی دعای خیر کرده شود. علما وقتی که میگن که افضلش دعا کرده شود در حق یک کافر ظالم یا که در حق یک بارک الله فیکم انسانی که در بالای شما ظلم میکند یا که در حق یک مرتد دعا کرده شود، دعا معناش اینه که دعای همیشه نیک کرده شود، بلکه دعا به مانند این که الله به تو جزای مستحقت رو بدهد، الله تو رو یا که قدرتش رو در بالای تو نشان بدهد. انا همچنین چیز رو گفتن. بارک الله فیکم. این سه قول بود. البته مرتدهای هم چند نمود هستند. مرتدهایی که از سبب جهل مرتد شده است، اما مرتدهایی که معاند است، یعنی مرتدهایی که هم مرتد است و بر بالای مرتد بودنش باز دشمنی به اسلام دارد. مرتد جاهل نیست، مرتدهای جاهل است که به مسلمان ها دشمنی ندارد، اما مرتدهای هست که به مسلمان ها دشمنی دارد، ضرر میکند و آشکار دین را تحقیر میکند، از دین برآمده است. اینها را لعنت کردن هیچ باکی ندارد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. البته در حق کسایی که میگویند که لعنت کردن جایز نیست، حدیث امام بخاری را میآورند، حدیثی که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که میگند ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که زمانی که سرشان را از رکوع در رکعت اخیر نماز فجر، یعنی در نماز فجر دوم رکعت، وقتی که سمع الله لمن حمیده گفته میخواستند، میبرداشتند دستشون و میگفتند که اللهم لعن فلانا و فلانا و فلانا، یک چند انسان های نومشه گرفته لعنت میکردند. و بعد از بارک الله فیکم، بعد از اینکه این کار رو پیامبر یک چند روز کردند، الله سبحانه و تعالی آیات را نازل کرد و گفت لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. یعنی این از کار تو نیست، یعنی الله سبحانه و تعالی من کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. از همین جهت میگویند که یعنی لعنت کردن جایز نیست. یا که حدیث دیگری که امام بخاری روایت کرده‌اند از عمر رضی الله عنه که در زمان پیامبر یک کسی از مسلمان ها بود، یک کسی از مسلمان ها عرق نوشی میکند، یک چند بار گشته و برگشته می نوشد، پیامبر حد میزنند و یک وقتی که باز نوشیده می آید، عرق نوشیده می آید، یک کسی در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم این انسان رو لعنت میکند، پیامبر میگه که لعنت نکن. البته این حدیث دلالت به مسلمان میکند و ما گفتیم مسلمان رو لعنت کردن یک شخص معین رو درست نیست. و بالاخره این چنین کسایی که لعنت رو جایز میگویند حدیث های دیگر رو میارند، البته طرقش صحیح است و لعنت شده است و لعنت در حق یک انسانی که مرتد است یا کافر است یا ظالم است و ظلم میرساند این جایز است و هیچ باکی ندارد. اما افضلش و بهترش چی کرده شود؟ دعا کرده شود. دعا معنیش این که الله تو را سزاوار این کفرت شرکت رو بدهد، خودش جزا بدهد، قدرتش رو به بالای تو نشان دهد و همچنین دعا. بارک الله فیکم.